خب نوبت میرسه به 120 ثانیه با ایمیل ها و پیام های شما عزیزان. علی نکویی عکس‌های جالبی برامون فرستاده و برخی از اونها رو با هم حالا می‌بینیم. آقا تقی عزیز خیلی ممنون از شعر قشنگت، امیدوارم که بازم برامون از شعرات بفرستی. خیلی مایلیم که از شعرهای طنز خوبی که شما بینندگان عزیز برامون می‌فرستین بیشتر در برنامه استفاده بکنیم. بهرام تراکتور از تبریز با توجه به برگزاری 14مین دور همیاری با سیمای آزادی کاریکاتوری رو در مورد وحشت رژیم از تلویزیون ماهواره‌ای و تلاشش برای جمع‌آوری آنتن‌های ماهواره‌ای فرستاده. دوست گرامی پاتریس خیلی ممنون بابت پیشنهادتون برای برنامه جدید در سیمای آزادی. چشم دنبال می‌کنیم. مهیار و روزیتا و سینا ایمیل بسیار خوبتون رو دریافت کردیم. امیدوارم که هرچه بیشتر با ما در ارتباط باشید. دوست گرامی انسیه تصاویر جالبی فرستادن که برخی از اونها رو با هم می‌بینیم. علی خانیان عزیز ممنون از ایمیل پرمحبتت. کلیپایی رو که خواسته بودی چشم برات میفرستیم، فقط یکیشو متوجه نشدیم منظورت کدوم کلیپ بود. در مورد کلیپ دکتر و جبهه لطفاً بیشتر توضیح بده. علیرضا افشارچی، رسول امین، محمد بیهقی، جواد جمشیدی و فریبرز ممتحن خیلی ممنونیم بابت کلیپ‌ها و اشعار و کاریکاتورها و تصاویر جالبی که فرستادین. برخی از اونها رو تو خبر همین هفته استفاده کردیم. مهران از پاکتشت نوشته که در بین مسابقات و برنامه موسیقی که رژیم به مناسبت روز پاسدار برگزار کرد، یه مسابقه تقلید صدای گاو هم برگزار کردن که توش خود گاو چهارم شد و اول تا سوم به 3 تا پاسدار تعلق گرفت. محسن از ارومیه نوشته با توجه به دستگیری دیپلمات رژیم در آلمان به خاطر تعرض و فساد اخلاقی و مورد قبلی که دیپلمات رژیم تو برزیل به بار آورده بود، باید دم استخرها و پارکینگ‌ها و محل‌های شلوغ تابلو بزنن خطر ورود دیپلمات‌های رژیم آخوندی. مرتضی از باکو طنزهای جالبی فرستاده، از جمله قطعه طنزی که بعد از کشف بوزون هیگز نوشته و عنوانش هست صدور حکم ارتداد برای پیتر هیگز از طرف آیت الله نوری همدانی.